داشتم تو دیوار دنبال خاص‌ترین ماشین ژاپنی ایران برای بازسازی میگشتم که یهو این پیام اومد: چقدر میگیری ماشین ژاپنی منو بازسازی کنی؟ گفتم رایگان. گفت بپر بیا لوکیشنی که برات میفرستم. سری سوار داوود شدم و رفتم تا این زیرخاکی متحرک رو ببینم. یه هوندا سیویک خاکستری مدل 1994 و 200 کیلو بتونه روی ماشین. خدا رو شکر برعکس بدنش 4 تا شاسی و موتور کاملا سالمه که یعنی این ماشین ارزش بازسازی داره. برای همین قرارداد با آقا رضا که یکی از فالوورای پیج خودمه بستم و قرار شد که از فردا کارو شروع کنیم و مثل هوندا سیویک وان دیزل تو فست اند فیوریوس جمعش کنیم. 0 تا 100 مراحل بازسازی ماشین و جزئیات قرارداد بازسازی رایگانمون رو توی پست بعدی براتون میذارم. پس پیجمو داشته باش و پست‌های بعدی رو دنبال کن، شاید ماشین بعدی که به رایگان بازسازی میشه ماشین تو باشه. این هوندا سیویک خسته ماشینه که فالوورامونه و قراره کنار هم به رایگان بازسازیش کنیم. میخوام مثل 3 تا ماشین قبلی با کمترین هزینه تبدیلش کنم به یه عروسک متحرک که هم بشه برای روزمره ازش استفاده کرد، هم برای پیست و مسابقه. ماشین مدل 1994 و به نسبت سن 30 سالش امکانات فوق‌العاده‌ای داره. شاید باورتون نشه اما هر 4 تا شیشه و آینه‌هاش برقیه. کولر و فرمان هیدرولیک ماشین عین ساعت کار میکنه. بعد 30 سال هنوز درای ماشین عین در یخچال باز و بسته میشه. با اینکه کاربراته اما با یه تک استارت روشنه و از همه مهمتر یه موتور 1500 سی سی با کاربرات 2 دهنه داره که انگار به صورت فابریک توربو روش نصب شده. از فردا کار بازسازی رایگان این ماشین شروع میشه و یه بار دیگه بهتون ثابت میکنم که بازسازی یه ماشین قدیمی ژاپنی خیلی منطقی تر و بسرفه تر از خرید یه ماشین مدل بالای ایرانیه. پس پیجمو دنبال کن، شاید ماشین بعدی که به رایگان بازسازی میشه ماشین تو باشه. مالکش میگفت از بچگی آرزوی اینو داشتم یه ماشینی بخرم که همه بعد از دیدنش دهنشون باز بمونه. برای همین این هوندا سیویک رو خریدم و آوردمش پیش تو تا بازسازیش کنی. گفتم مطمئن باشین ماشین رو جوری برات بازسازی میکنم که قیمت نهاییش یه 206 مدل پایینم ارزون‌تر بیفته. توی اولین قدم بازسازی ماشین رو 0 تا 100 لختش کردم تا از پایه و بنیاد همه چیشو درست کنم. سپرهای جلو عقب، چراغا، دستگیره‌ها، در و همه چیز بدن باز شد تا کاملا آهن بشه. صندلی، تاقچه عقب، قاب ستون و کمربند و حتی کفوش کف هم درآوردیم تا تمام ایرادات و پوسیدگی‌های مثل این سوراخی که اینجا می‌بینید گرفته بشه و دیگه هیچ عیبی روی ماشین باقی نمونه. بعدش هم که ماشین رو با همون قیافه ترسناکش بردیم و رسوندیمش به صافکار تا از فردا کار رو شروع کنه. بعد بازسازی این ماشین قراره تبدیل بشه به خاص‌ترین و جذاب‌ترین ماشین ایران. جزئیات هزینه‌های بازسازی ماشین رو میتونید توی استوری‌های پیج ببینید. بالاخره نوبت صافکاری این هوندا سیویک گچکاری شده رسید. فقط قیافه عثمان حسین وقتی حجم بتونه‌ها رو دید. توی اولین قسمت از صافکاری و نقاشی این سامورایی خسته اول از همه بتونه‌های قدیمی رو کندیم تا ببینیم وضعیت بدنی ماشین چجوریه. هر چی جلوتر میرفتیم بیشتر میفهمیدیم که ماشین قبلا دست گچکار بوده تا نقاش. حتی رو جاهایی که صاف بوده رو هم بتونه زده بود. خلاصه با هر زحمتی که بود بدنه ماشین آهن شد. با این روش هزینه صافکاریمون نصف شد، چون دیگه صافکار نیازی نیست کار اضافه انجام بده و تمام اون قوریایی که عثمان حسین مشخص میکنه رو برامون درست میکنه تا ماشین آینه بشه. در نهایت بعد از بادگیری خودمون سامورایی رو حموم کردیم و دادیمش به صافکار تا یه قدم دیگه به جون گرفتنش نزدیکتر بشیم. قسمت بعدی رو از دست نده چون این تازه شروع بدبختیمونه. بالاخره نوبت صافکاری سامورای خستمون رسید. یه لحظه حس کردم دارم رو ماشین مدمکس کار میکنم، نه هوندا سیویک خودمون. تو دومین قسمت صافکاری اوس کرباسی با چکش مقدسش وارد شد و یکی یکی همه قوری‌ها رو صاف کرد. درا و گلگیرا صاف شدن مثل روز اولش. ولی مهمتر از اون فیکس کردن دقیق درزا بود که نذاره هیچ نقصی باقی بمونه. فقط کاپوت یه فرو رفتگی خیلی مزخرف داره که مجبور شدیم یه ذره بتونه نگه داریم. ولی اونقدی کمه که نه ترک میخوره نه دل شما میگیره. حتی پوسیدگی‌های کف ماشینم کامل گرفته شد و دیگه جایی برای پوسیدگی جدید نیست. کل هزینه صافکاری فقط 12 میلیون تومان شد، اونم با این کیفیتی که اوس کرباسی انجام داد. آدرس و شماره تلفنش رو توی کپشن گذاشتم، اگه صافکاری نیاز داشتید برید پیشش و بگید که از طرف من اومدید تا بهتون تخفیف بده. حالا که داریم به تولد دوباره این سامورایی نزدیک میشیم، یه اسم درست درمون براش می‌خوایم. اسم پیشنهادیتون رو تو کامنت‌ها بنویسید، شاید اسم شما بره روی پلک ماشین. بالاخره نوبت گچکاری این هوندا سیویک صورتی هم رسید. راستش بعد از پروژه داوود عثمان حسین ثابت کرد که اگه بتونه کاری درست و با ظرافت انجام بشه خبری از ترک خوردن نیست. پس تصمیم گرفتیم این سامورای خسته رو هم با همون روش بازسازی کنیم. اول یه لایه بتونه سنگی زدیم، بعدش اونقدر ساب زدیم تا ورق آهن بزنه بیرون. حالا نوبت بتونه فوری بود. پاشیدیمش تا ریزترین ایرادا رو هم برطرف کنیم.
اما کار زیرسازی همینجا تمام نمیشه، هنوز کار آثار دو جزئی مونده و حتی بعدش هم یه لایه نازک بتونه میخوره تا کوچکترین خط و خشم هم از بین برن، چون این ماشین قراره یکی از خاص‌ترین هوندا سیویک های ایران باشه. به جرات میتونم بگم این یکی از سخت‌ترین پروژه هاییه که تا حالا انجام دادم و میدونم که این هوندا سیویک قراره دهنمو سرویس کنه، اما ارزششو داره. تو بودی زیرسازی رنگو با بتونه صورتی کار میکردی یا به نقاش میگفتی بندازتش تو رو حداقل 100 میلیون تومان پول صافکاری میدادی.